الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدا، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 84 از آموزشی کلمة التوحید، عروة الوثقى، لا اله الا الله محمد رسول الله است که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. الله را حمد و شکر و ثنا و ستایش میکنیم که به ما بندگانش باز به درس گفتن و به شرح دادن و بیان این کلمه توفیق داد و به شما برادران و خواهران موحدم توفیق شنیدن و توفیق تعلیم گرفتن را داد. و در این حلقه نوبتی به شما هفتمین و آخرین شرط صحت لا اله الا الله را بیان می نماییم. پس هفتمین شرط صحت کلمة التوحید این الانقیاد هست. الانقیاد معنایش پابرجا بودن در عمل، یا به عباره دیگر عملهای اسلامی که الله سبحانه و تعالی و رسولش از ما خواسته است، همه این عملها را به جا آوردن. و ناگفته نماند که وقتی که ما عمل میگوییم، معنای سخن ما این نیست که فقط به جا آوردن امر الله، بلکه ترک کردن آن چیزهایی که الله به ترک کردنش امر کرده است، اجتناب کردن از محرمات نیز این عمل است. برای همین علمای اهل سنت و الجماعت در علم اصول فقه ذکر میکنند که ترک هم عمل است. ترک کردن شرک، ترک کردن بدعت، ترک کردن عرق نوشیدن، ترک کردن دزدی، ترک کردن زنا، ترک کردن غیبت و تهمت و این تمام عملهایی که گناه است، ترک کردن این عملها، دور شدن از این عملها، این عمل است. پس ترک معصیت و گناه این عمل است. پس بارک الله فیکم، انقیاد پابرجا بودن بر عمل. شیخ سلیمان ابن حمدان رحمه الله تعالی، یکی از عالم بزرگ اهل سنت و الجماعت، در بیت های الانقیاد را بیان میکنند و میگویند: وسابعها فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد، فتنقاد حقا بالحقوق جميعها وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي، وتترك ما قد حرم الله طاععا ومستسلما لله بالقلب ترشدي أو ترشد، فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يك طوعا بالجوارح ينقدي، فليس على نهج الشريعة سالكا وإن خال رشدا ما أتى من تعبد. رحمه الله تعالی. در حقیقت علمای اهل سنت و الجماعت، علمای اهل اسلام، به نهایت خدمتی شایسته برای رسانیدن این دین کرده اند. از تمام جانبش و در تمام علم، در علم عقیده، در علم تفسیر، در علم حدیث، تمام نمود خدمت را کرده اند. اگر شما یک علم را خواهید که از
نظر ابیات، از نظر شعر بیاموزید، مرحمت بیاموزید. از نظر مختصرات میخواهید که بیاموزید، مرحمت وجود دارد در تمام فنون و علم ها و فن ها. میخواهید که از مطولات و از تفسیر و از شرح ها بیاموزید، مرحمت بیاموزید. یعنی یک علم به چندین نمود نوشته شده است. فقط از ما یک طلبات هست که بخونیم، بیاموزیم، تعلیم بگیریم و با همت باشیم، دلیل باشیم، قوی باشیم. امروز به نهایت ما ضعیفیم. برادران و خواهران ما ضعیفند. برای خواندن از زندگی خود وقت جدا نمی کنند. برای تعلیم علم گرفتن سفر نمی کنند. وقت ندارند، چرا که مشغول به دنیایند. حب دنیا غلبه کرده است. وقتی که یک طالب علم این کتاب ها را مثل بنده و دیگر برادران دوستان طالب علمی که این کتاب های شرعی را شرح می دهند و مختصر می کنند و به شما می رسانند، گوش کننده این درس هم کم است. همت به نهایت ضعیف شده است. پس مقصد از این ابیات ها، شیخ العلامه سلیمان بن حمدان میگویند که هفتمین شرط صحت لا اله الا الله که کلمت التوحید یعنی لا اله الا الله به این شرط صحیح نمیگردد، درست نمیگردد، این انقیاد است و ضد انقیاد این ترک است. یعنی ترک نمودن عملی اسلامی، ترک کردن یعنی تماما گفته های الله را به جان آوردن، این ضد انقیاد است. ما در زبان عربی قاعده داریم که هر یک چیز را وقتی که شناختنی شدی به ضدش شناس. هر یک چیز به ضدش شناخته می شود. مثلا به شما من خواستم بگویم که شب و خواستم که شب را به شما فهماندم، نفهمیدید. من میگم ضد شب روز، شما میفهمید که شب این ظلماتی و تاریکی، چرا که ضدش روشنایی. پس انقیاد ضدش ترک است. ترک نمودنی امرهای الله، فرضهایی که الله کرده است، به جان آوردن نماز و روزه و حج و زکات و دیگر از امرهای الله، این ضد انقیاد است. پس از این فهمیده میشد که انقیاد این عمل است، عمل کردن است. هو الترک للمأمور او فعل مفسد. پس ترک کردن امرهای الله یا انجام دادن فعلهای، عملهای فاسدی که ضد شریعت است، این ضد انقیاد است. پس میگن که عمل کننده حقیقی باش به تمام حقوقهایی که وجود در شریعت وجود دارد و به فرضهایی که الله سبحانه و تعالی به بالای من شما فرض کرده است، همون فرضها را به جا آورنده و عمل کننده باش و حتما عمل بکن و از جمله مقتدیان پیرو شدگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باش. و تترک ما قد حرم الله طائعا، و تمام آن چیزهایی که الله سبحانه و تعالی حرام قرار داده است، این چیزها را ترک نما و اطاعت الله را بکن و تسلیم 100% الله سبحانه و تعالی باش با قلبت و در همین حالت نجات میابی. پس هر کسی که به الله به قلبش تسلیم شده نباشد، مسلم شده نباشد، این انسان به جسمش و به جوارحش هم به الله سبحانه و تعالی اطاعت نمی کند و گفته های الله را جسمان انجام نمیده تو اطاعت نمی کند. معنای سخن شیخ همین است که اصل انقیاد قلبی هست. پس وقتی که قلب شما حقیقتا مسلمان شد، جسم شما هم مسلمان میشد. وقتی که قلب شما مسلمانی را 100% قبول نکرد و انقیاد نکرد، جسم انسان هم انقیاد عمل را انجام نمیدهد. پس امروز هر کسی که به جسمش عمل انجام نمیدهد، عمل نمی کند، از عمل دور است، اما میگد که قلب من پاک است، این دروغگو است. چرا که قلبی که پاک است، قلبی که انقیاد دارد، حتما جسم پیرو از همین قلب میکند و جسم هم باید عمل را انجام بدهد. پس بارک الله فیکم، هر کسی که انقیاد را ترک کرد، عمل را ترک کرد، عمل را بالکل کاملا ترک کرد، داند که
کلمه لا اله الا الله برای همون انسان هیچ فایده نمی بخشد و کلمه لا اله الا الله تا به حال صحیح نشده است. بارک الله فیکم. پس بیایید بفهمیم که انقیاد چی معنی دارد. انقیاد در لغت خیلی که امام جوهری میگند، یکی از علمای لغت، میگن که انقیاد این هو الخضوع. خضوع، انقیاد این سر فرود آوردن. و در جای دیگر میگن فانقاد لی اذا اطاعک مقادته. یعنی انقیاد این چنین از باب اطاعت می آید، طاعت. پس والقیادة تكون للقائد من الامام. میگن که قیاده این برای یک انسانی که قائد است در پیش، از پیش می ایستد. و این چنین معنای انقیاد همین است که گویا شما به پیشوای خود اقتدا کرده اید، پیرو شده اید، اطاعت میکنید و فرمانهایش را به جا می آورید و سری تعظیم می فرارید و تمام امرهایش را به جا می آورید و اتباعش میکنید. پس همین انقیاد است و قائد شما این رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که الله سبحانه و تعالی فرستانده است. پس انقیاد به الله و رسولش این که الله و رسول را در پیش خود بگیرید و به الله و رسول پیروی بکنید و همه امری که الله و رسول کرده اند اطاعت بکنید و شما از عقب امر آنها، از عقب شریعت آنها پیرو بشوید و تا آخر عمر بروید و تسلیم شده به این شریعت باشید. این معنای انقیاد لغتا. و همین کلمه انقیاد این چنین به نهایت کلمه های دیگری هم معنا دارد. لفظ های هم معنا و لفظ هایی که به معنای انقیاد نزدیک است به نهایت زیاد است. بعضی از علما تا 14 لفظ، بعضی از علما تا 20 کلمه دیگر رو کلمه های هم معنای انقیاد گفتند. به مانند اذعان، آشکار کردن، دین را آشکار کردن. امتثال اینم به معنای انقیاد است، یعنی شریعت را عملا انجام دادن، التزام، ملتزم شریعت بودن. الطاعه، طاعت و اطاعت الله را کردن. اسلام، استسلام، تسلیم شدن، اتباع و پیرو شدن. الانصیاع، الذل، سرفرود آوردن. الخضوع، الخشوع، الاخبات، الاستکانه، التضرع، الاطمئنان، التواضع، خاکساری، آرامی. التقوى، حتی تقوا هم به معنای کلمه انقیاد میاد. پس همه این کلمه های هم معنای و کلمه هایی که معنایش نزدیک به کلمه انقیاد است. بارک الله فیکم. و حتی بعضی از علما العنا میگن و بعضی از علما الدخول رو کلمه های هم معنای الانقیاد گفتن. پس این کلمه هایی که ذکر شد معنایش در گرد و اطراف کلمه انقیاد دور میزند و همه این کلمه ها معنایش همین اتباع، پیرو شدن، متابعت کردن امر شریعت و انجام دادن و عمل نمودن آن چیزهایی که الله و رسولش امر کردند و راضی شدن به این شریعت الله در حالتی که انسان به همه این شریعت سر فرود آورد و اطاعت بکند. بارک الله فیکم. پس این دلالت میکند که اصل انقیاد پیرو شدن و انجام دادن عملها،
انجام دادن گفته های الله سبحانه و تعالی، امرهای الله را انجام دادن و آن نهی هایی که الله و رسولش کرده است از همون باز ایستادن. همین انقیاد است. بارک الله فیکم. اما تعریف انقیاد، معنی داد انقیاد، معنی انقیاد در شرع، در شریعت و مراد و مقصد شریعت از حقیقت این کلمه انقیاد چیست به شما بیان میکنیم. انقیاد این خیلی که علما میگند الاذعان والاستسلام ظاهرا و باطنا لله تعالی والالتزام بدينه وشرعه وامتثال أمره والقيام بطاعته والعمل بكتابه وعبادته وحده سبحانه وتعالى وعدم الامتناع عن ذلك ولا التولي عن طاعته ولا ترك فرائضه ولا مخالفة أمره ولا تعقب شيء من حكمه. يعني تعریف انقیاد ببینید کمی طولانی هست، زیرا که این کلمه رو ما با یک جمله یا که یک کلمه معناش رو بیان کرده نمیتونیم. پس انقیاد این آشکار کردن و تسلیم شدن و استسلام کردن، تسلیم شدنی ظاهرا و باطنا به الله سبحانه و تعالی. یعنی تسلیم شدن به الله سبحانه و تعالی هم ظاهرا و هم باطنا و همین تسلیم شدن را آشکارا بیان کردن و التزام کردن به دین الله و به شریعت الله و امرهای الله را بجا آوردن و همیشه طاعت الله را بجا آوردن و عمل کردن به کتاب الله و عبادت یگانه الله را بجا آوردن و امتناع نکردن. امتناع از همین گفته ها نکردن. معنای امتناع چیست؟ یعنی این چیزهایی که ذکر شد، یعنی آشکار کردن دین، تسلیم شدن ظاهر و باطن، التزام کردن به دین الله و به شریعتش، امرهای الله را به جا آوردن، اطاعت کردن و همین عمل را ترک نکردن، همین عملها را ترک نکردن و خود را از این عمل باز نداشتن. امتناع معناش همین است. امتناع یعنی ترک عمل. ولا التولی عن طاعته و روی نگردانیدن از طاعت الله، سرکشی نکردن از طاعت الله ولا ترک فرائضه و ترک فرضهایی که الله فرض کرده است، ترک نکردن فرضهایی که الله فرض کرده است و مخالفت نکردن به امرهای الله و سرکشی نکردن و روی نگردانیدن و عقب نشینی نکردن از حکم الله سبحانه و تعالی. پس انمین معنای برادران و خواهران عزیزم انقیاد است. و این چنین تسلیم شدن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پیرو شدن به همه آن چیزی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما آمده است و رسیده است، عمل کردن به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و رضا شدن به حکم الله و رسولش و طاعت امر این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس هر کسی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سرکشی میکند، اعتراض میکند، اعراض میکند، از طاعتش یعنی از اطاعت کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعتراض میکند، این انسان انقیاد نکرده است به لا اله الا الله. هر کسی که این عملها را انجام دهد، یعنی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیرو نشود، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تولی کند، روی گرداند، یا که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را قبول نکند، اطاعت دیگر انسان را از اطاعت رسول الله افضل داند، پس این انسان انقیاد لا اله الا الله شرط هفتم صحت لا اله الا الله را به جا آورده است. پس انقیاد به لا اله الا الله مختصرا بگیم معناش این است که عمل کردن به طلبات های لا اله الا الله. هر چیزی که لا اله الا الله از ما می طلبد، همه طلبات هایش را به جا آوردن. پس طلبات لا اله الا الله معروف است: عبادت کردنی الله سبحانه و تعالی، یگانه خودش، عبادت کردنی الله یکتا و تنها و با الله هیچ چیزی را شریک قرار ندادن و ترک نمودنی تمام نمود شرک ها و انجام دادنی فرائض ها، انجام دادنی فرائض ها، همه اون فرض که الله فرض کرده است و رکن های اسلام را به وجود آوردن و عمل نمودن و
رکنهای ایمان را به جا آوردن و عمل نمودن. البته رکن اسلام معروف است که 5 تا است: لا اله الا الله، خواندن نماز، دادن زکات، روزه داشتن و حج کردن. اما رکن ایمان 6 تا است: ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به ملائکه ها، ایمان آوردن به کتاب ها، ایمان آوردن به رسولانش، ایمان آوردن به تقدیر نیکوبتی، ایمان آوردن به روز قیامت. پس التزام کردن، ملتزم دین، پایبند به دین شدن و به تمام امرهای شریعت تسلیم شدن و عمل آوردن، عمل کردن به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و و به هدی و منهج و راه و طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و پیرو شدن. و این چنین امتناع نکردن، یعنی ترک نکردن این چیزهای گفته شده و خود را از طاعت الله و عمل نمودن با جسم باز نداشتن. بارک الله فیکم. پس هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگد اما انقیاد ندارد، داند که لا اله الا الله به این انسان هیچ فایده نمی بخشد. پس با همین معنای لا اله الا الله به شما بیان گشت که معنای لا اله الا الله این بود است که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد رسول الله. و معنای لا اله الا الله همیش 7 شرط است که ما به شما بیان کردیم. پس حالا به شما این چنین معلوم شد که معنای انقیاد چی هست و به کلی به شما مفهوم و فهما شد که لا اله الا الله چی است. ما تا اینجا به شما 100% بیان کردیم که لا اله الا الله 2 رکنش چی بود و 7 شرطش چی بود. که کسی که 2 رکن لا اله الا الله را یکیش را ترک میکند یا که از این 7 شرط یکیش را ترک میکند، داند که این انسان مسلمان نیست و لا اله الا اللهش به این انسان هیچ فایده نمیبخشد. بارک الله فیکم. و این بود معنای الانقیاد، عمل نمودن به امرهای الله سبحانه و تعالی و رسولش و پیرو شدن به امرهای الله و رسولش به جسم، نه به قلب، نه تنها به قلب، البته به قلب اما نه تنها به قلب بلکه به جسم. اهل سنت و جماعت حتما به جسم، عملی جسمی ظاهری را رکن ایمان، شرط صحت ایمان گفتند. ضد مرجئه، خلافا بالمرجئه. چرا که مرجئه ها عمل را رکن ایمان نمیدونند، میگویند عمل از ایمان است. مرجئه ها میگویند اما عمل را رکن ایمان یا شرط صحت ایمان نمیدانند. بارک الله فیکم. پس به شما معروف شد و مفهوم شد و فهما شد که لا اله الا الله كلمة التوحید، عروة الوثقى، كلمة الطیبه، كلمة الاخلاص، كلمة التوحید 7 شرط صحت دارد. و این 7 شرط صحت لا اله الا الله ضدش هست. این چنین ضد بر خودش دارد، نابود کننده دارد، شکننده دارد. اولین شرط لا اله الا الله العلم، علم است که نابود کننده جهل است. علم نابود کننده جهل است و جهل نابود کننده علم است. دومین شرط صحت لا اله الا الله الیقین که نابود کننده الریب، الشک، الشبهه است. که این ریب و شک و شبهه نابود کننده یقین است. سومین شرط صحت لا اله الا الله الصدق که ضدش این کذب و نفاق است. و چهارمین شکننده لا اله الا الله الاخلاص است که اخلاص نابود کننده شرک است. پنجمین شرط صحت لا اله الا الله المحبه، المحبه است که نابود کننده البغض والکره است. ششمین شرط صحت لا اله الا الله القبول هست که نابود کننده رد هست، انکار است، جحد و تکذیب است.
هفتمین شرط صحت لا اله الا الله این الانقیاد هست که البته نابود کننده ترک، تولی، اعراض و اعتراض است. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه را به پایان می رسونیم و باذن الله در حلقه های آینده دلیل ها را از قرآن عظیم الشأن ذکر می کنیم برای اینکه انقیاد این شرط صحت لا اله الا الله است و در حلقه بعدی از سنت دلیل ها را و قول های اهل علم را و دیگر مسائلی که تعلق به انقیاد دارد به شما ذکر می کنیم. بارک الله فیکم. از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که همه این عمل های ما را خالصانه و مخلصانه گرداند و این عمل های ما را قبول گرداند و سبب نجات ما در این دنیا و آخرت گرداند و به هر